محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار توجیک که از سال 2011 در زندان قرار داشت روز 16 اپریل بعد 8 سال و 10 ماه از محبس آزاد شد. در این باره نزدیکان خبرنگار به پایگاه خبری بامداد خبر دادند. اسماعیلوف که سال 2013 با اتهام گوی و تمجویی به مبلغ 400 سومانی به 11 سال زندان محکوم شده بود در یک محبس در شهر خوجند ادای حکم میکرد. خود خبرنگار اتهام تمجویی را رد میکرد و میگفت رهبران وقت زادگاهش نویه اشت با این تهمت از وی برای مقاله های تنقیدیش انتقام گرفتند. 2 سال پیش مقامات وعده آزادی محمد یوسف اسماعیلوف را داده بودند و با طلب آنها اداره سامانه اخبار $600 مبلغ ضرری پرداخت نشده در پرونده خبرنگار را به مأموریت محبسی که او ادای حکم میکرد سپرد، ولی مقامات به وعده خود وفا نکردند و او را برای همگی 400 سومانی قریب 9 سال پشت پنجره نگاه داشتند. حالا هم بر اساس قانون 2 سال از حکم اسماعیلوف را کم کردند، ولی او بر اساس حکم سال 2013 با 3 سال دیگر بعد آزاد شدنش از محبس حق فعالیت خبرنگاری را نخواهد داشت. خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند که در قطار خویشاوندانش محمد یوسف اسماعیلوف را در نزد دروازه محبس پیشواز گرفته است میگوید وضع صحتی و روانی محمد یوسف اسماعیلوف خوب به نظر می رسد و او گفته است از خبرنگاران و حامیان حقوق سپاسگزار است که برای حمایت از حقوق او صدا بلند میکردند. محمد یوسف اسماعیلوف که بیشتر درباره مشکلات نویه اشت در رسانه‌های تاجیکستان مقاله‌های تنقیدی چاپ میکرد 2 دفعه زندانی شده است. سال 2011 او برای نشر مقاله انتقادی به نام اشت ولنگار میگردد با اتهام تحقیر، تمجویی و محلگرایی بازداشت شد و 11 ماه را پشت پنجره به سر برد. او را آن دفعه سازمان‌های ژورنالیستی و حامیان حقوق با راه اندازی یک مردکه گسترده پشتیبانی توانستند آزاد کنند، ولی 24 ایون سال 2013 محمد یوسف اسماعیلوف را دوباره و این دفعه با اتهام تمجویی دستگیر کردند. بنا به فرضیه مقامات اسماعیلوف گویا به 2 زن در اشت تهدید کرده از آنها گویا 400 سومانی پول ستانیده است. دادگاه برای این خبرنگار را به 11 سال زندان محکوم کرد.